دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که ممکن است ایران با گفتگوی مستقیم با آمریکا موافقت کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید گفتگوی مستقیم با ایران بهتر است و باعث می شود روند مذاکرات سریعتر پیش برود و دو طرف بهتر یکدیگر را درک کنند. او همچنین افزود که ایرانی ها احساس آسیب پذیری می کنند و او نمی خواهد آنها چنین احساسی داشته باشند. ترامپ پیشتر نامه‌ای رسمی به رهبر ایران ارسال کرده بود و خواستار مذاکره پیرامون برنامه هسته‌ای تهران شده بود. اما مقامات ایران مذاکره مستقیم را رد کرده و تنها مذاکره غیر مستقیم از طریق واسطه‌ها را ممکن دانستند. هنوز مشخص نیست که آیا ایران موضعش را تغییر داده یا اینکه دونالد ترامپ صرفاً در حال گمانه‌زنی درباره تغییر رویکرد تهران است. رئیس جمهور آمریکا در حالی این اظهارات را بیان کرده است که واشنگتن روز به روز فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید می‌کند و تلاش کرده است تا صادرات نفت ایران به ویژه به چین را به طور کامل متوقف کند.